به ما حمله کرده. ما در جهان دیوانه بار زندگی میکنیم. به محمد گفتم یک مودی برام بریزه که بتونم توش کیف کنم و از نحو وایسادن سی جی معلومه که چه سمیه. سوار دوچرخه میشیم. روند اولیه بازی خون میاد ازشون. اینا جامو خونی هن بشه. دعوا کنه. اینا تیر میزنه بیشرف تیر نزن. خب مثل اینکه این مادی که من ریختم باعث شده کل شهر دیوانه بشه. ای محمد خدا لعنتت کنه. خب من چه غلطی بخورم تو این شهر؟ به گارفتگی باید تفنگ گیر بیارم. اینا مفخامه بکش کمک. ماشین داره. مود زامبی نیست، مود دیوانگی شهره. هدف که فعلا نداره، ولی خب یک انسانی که به ما صدمه نزنه میتونه هدف خوبی باشه. وی مویی رد کردی. وی یک انسان که نخورد. این انسان شریف رو از کجا میتوان گیر آورد؟ فکر کن داری این آدم رانندگی میکنی، یه دفعه مثلا پلیر بازی از کنار رد شد، پیاده بشی به وحشی ترین شکل ممکن بهش حمله کنی. چرا؟ خونم تازه ازت ببره، اسهال خونی هم داشته باشی تازه. بعد تمام دغدغه‌ت این باشه که بگیری یک پلیر بدبخت بیچاره رو بکشی. مغازه ایرانی. چی نوشته؟ کافی شاپ فست فود برای اولین بار در سبزوار این سانتوس. فقط خوراکندی با قارچ و پنیر 3000 تومان. 3000 تومان. پلیس همشه از پلیس ها بدم می اومده. وحشی بی تمدن پدر سگ افغانی چیه؟ پیکان راه نجات. پیکان چراغ بنزی. پیکان وانت. طبیعتاً اگه انسان متعادل میخوام پیدا کنم آدم باشه نخواد منو بکشه، اول باید طبیعتاً سراغ نمیدونم ساندویچی ها، مغازه ها، دکونه ها و اینا دیگه. نه دیگه. درش کجاش بود؟ درت کو؟ درتو میخوام. وای نه این داخل نمیشه رفت. وای من بین این همه زامبی گیر افتاد. چه کار کنم؟ چه اصلا هم قشنگ میگیره. به من نونه خشک بده. مرد. من چون پرسپولیسی هم قرمز نظرم دارم. نونه خشک. سوال انا من اگه بتونم سفر کنم به شهرهای دیگه، آیا شهرهای دیگه نیز زامبی می باشن یا نه فقط لوس سانتوس؟ چه مگوی توی ضعیفه؟ بنت زاده پدسته برگم شد. من با پیکان پلاک تهران خط تیره 14 لام 678 در حال سفر می باشم. نمیخواستم سیرش بگیرم نشد. بگاه رفتیم. چندگی. نه پلیز نو. بیش طرف ماده خر مثل چی به ماشین من نقم. بیا ماشین چپ کرد. من کرد تو ماشینه. تو کس خالی زن به من میگه نیستی تو کس خالی. خب آیون پیکان وانت که نه با موتور آخر زمانی. جون ندارم. شت. خب پس دوستان عزیز باید راه اوبی بریم. بیارزه